فکر میکنی استارباکس فقط قهوه میفروشه؟ سخت در اشتباهی. استارباکس توی بازار قهوه وارد شد، ولی واقعا چیزی که فروخت تجربه بود، نه نوشیدنی. شعبه‌هاش طوری طراحی شده که آدم احساس راحتی و تعلق کنه. یه ترکیب از کافه، دفتر کار و خونه دوم. حتی موسیقی متن و بوی قهوه توی محیط کنترل شده است تا حس آرامش بسازه. نوشتن اسم مشتری روی لیوان فقط یه شوخی نیست. یه تاکتیک قدرتمند بازاریابی برای شخصی سازی تجربه است. توی بعضی از کشورها شعبه‌هایی باز کرده که اصلا قهوه نمیفروشن. فقط طراحی شده برای نمایش برند و لایف استایل استارباکس. حتی سرمایه‌گذاریایی هم توی حوزه قهوه پایدار و کشاورزی هوشمند انجام داده، چون آینده برندش به کیفیت زنجیره تامین وابسته است. استارباکس فهمیده که مردم دنبال نوشیدنی نیستن، دنبال تجربه، آرامش و عضویت توی فضای خاصن. پس کلمه رمز این ویدیو هم استارباکس باشه، همونطوری که اینجا نوشتیم.